با سلام به یه ویدیو دیگه از کانال دیاپدس خوش اومدید. در این ویدیو تفسیر کامل استولگزم و خلاصه ای از بیماری‌های التهابی و بدخیم سیستم گوارشی رو توضیح خواهم داد. استولگزم در شرایطی مانند بررسی عفونت‌های گوارشی که میتونه علل باکتریال، وایرال یا انگلی داشته باشه و خونریزی‌های مخفی که در بیماری‌های التهابی و بدخیمی‌های روده میتونیم ببینیم درخواست میشه. در استولگزم وجود خون و موکوس و در بررسی میکروسکوپی آن تعداد RBC، YTBC، ماکروفاژ و همچنین در بیماری انگلی وجود پاراسایت تخم انگل یا همون اووا و تروفوزوئیت و کیست میتونه گزارش بشه. بهتره که 3 نوبت استول در 3 روز متوالی داده بشه تا دقیق تر باشه و اگه شک به بیماری‌های عفونی داریم حتما استول کالچر هم باید درخواست کنیم. اگه وجود خون مخفی برامون مهمه، بیمار باید 3 تا 7 روز قبل از آزمایش یه کارایی مانند مسواک زدن و مصرف گوشت قرمز، اسفناج و مواد غذایی حاوی ویتامین C رو انجام نده. داروها مانند آسپرین، انسیدها، داروی حاوی آهن و داروی ضد انعقاد خون هم میتونن اوکولت بلاد رو مثبت کنن. موکوس به مقدار کم میتونه مثبت گزارش بشه، اما اگه زیاد باشه میتونه ناشی از هر بیماری گوارشی از جمله عفونت‌ها، التهاب‌ها، آلرژی‌ها و حتی بدخیمی‌ها باشه. وایت بی سی و آر بی سی بیشتر از یک عدد مثبت تلقی میشه و میتونه ناشی از عفونت‌ها باشه، پس استول کالچر حتما باید درخواست بشه. در بیماری‌های ویروسی و انگلی معمولا وایت بی سی بالا نمیره، اما آر بی سی میتونه بالا بره. در صورتی که در بیماری‌های باکتریال و التهاب‌های روده هر دو میتونن مثبت بشن. بیماری‌های انگلی که میتونن باعث اسهال بشن رو به کمک استولگزم میشه تشخیص داد. برای مثال مشاهده کیس یا تروفوزوئید ژیاردیا یا آمیب آنتاموبا هیستولیتیکا یا تخم‌های کرم‌های مانند آسکاریس یا فاسیولا یا مشاهده لارو استرانژیلویدس. وجود چربی هم در استول میتونه گزارش بشه، ولی با یک استولگزم ساده نمیتوان به تشخیص‌های سوء جذب یا سوء هضم چربی رسید و بررسی‌های بیشتر میخواد. وجود ماکروفاژ در استولگزم نیز غیر طبیعیه و باید بیماری التهابی و عفونی رو حتما بررسی کنیم. اما میخوام 2 بیماری مهم رو توضیح بدم. بیماری التهابی روده یا IBD و کنسر کولورکتال که در هر دو اوکولت بلاد RBC و وایت بی سی میتونن مثبت بشن. ابتدا بریم راجع به کنسر کولورکتال صحبت کنیم که سومین سرطان شایع در جهان. فامیلیال هیستوری توش تأثیر داره و یک سری نشانه‌های مهم داره. اولیش وجود آنمی فقر آهنه که در ویدیو CBC تشخیص آن و اهمیتش که همین کنسرهای کولورکتاله توضیح داده شد. این ویدیو رو اگه ندیدین از این قسمت میتونید تماشا کنید. دومیش وجود خون مخفی یا خون واضح به صورت هماتوشزی یا حتی ملناست. و سومیش کلاً علائم گوارشی که طولانی مدت بشن، مانند یبوست و اسهال‌های طولانی، احساس دفع ناکامل، درد مبهم شکمی، به خصوص وقتی که بیمار کاهش وزن غیر قابل توجیه و بیش از 5% در 6 ماه اخیر داشته باشه. این نشانه‌ها باید خطر وجود کنسر رو در ذهن پزشک ایجاد کنه و بهترین راه تشخیصی آن هم مراجعه به متخصص گوارش و انجام کولونوسکوپی میباشد. کنسرهای کولورکتال حتی میتونن خودشون رو به شکل انسداد نشون بدن و باعث دیستنشن و عدم دفع بشن که بعد از جراحی و ارسال نمونه به پاتولوژی متوجه سرطان میشیم. این کنسر انقدر مهمه که توصیه میشه بعد سن 45 سالگی هر 10 سال کولونوسکوپی انجام بشه. تشخیص زودهنگام و درمان جراحی این کنسر در استیج 1 با بقای 5 ساله حدود 90% همراهه که نشون میده چقدر توجه به علائم گوارشی و نکات آزمایشگاهی گفته شده مهم هستن. اگه تا اینجای کار از مطالب گفته شده راضی بودین حتما ویدیو رو لایک و کانال رو سابسکرایب کنید. اما یکم هم راجع به IBD توضیح بدیم که 2 بیماری کرون و کلیت اولسراتیو یا UC با ایجاد التهاب مزمن در دستگاه گوارش میتونن باعث مشکلات زیادی بشن و یه جورایی بیماری اتوایمون محسوب میشن. در واقع به طور ساده بخوام توضیح بدم سیستم ایمنی روده به باکتریا و آنتیژن‌ها بیش از حد واکنش میدن و همین منجر به ایجاد التهاب میشه. یوسی و کرون تفاوتایی با هم دارن، از جمله اینکه یوسی فقط کلون و رکتوم رو در بر میگیره، اما کرون کل دستگاه گوارش از دهان تا آنوس رو میتونه درگیر کنه. بیمار در یوسی بیشتر دچار اسهال خونی و احساس دفع ناکامل میشه، اما در کرون بیشتر اسهال غیر خونی و درد شکم وجود داره. در یوسی لایه مخاطی و زیر مخاطی دچار التهاب میشه، اما در کرون التهاب به صورت ترانسمورال هست که اینم باعث ایجاد فیستولای مختلف در این بیماری میشه.
اما هر دو بیماری خطر به وجود اومدن کنسر رو زیاد میکنن و حتما باید غربالگری بشن. درمان IBD پیچیده است و باید زیر نظر متخصص گوارش انجام بشه و از داروی کورتیکواستروئیدی، آمینوسالسیلات مانند مزالامین و سایر داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده کنند. مرسی از توجهتون. تا ویدیوی دیگر، بدرود.